خب سلام. تو این ویدیو میخوام 5 تا دونه از بهترین هوش مصنوعی های تبدیل متن به عکس رایگان رو براتون معرفی بکنم. سراغ پولیا نمیریم چون نه پولشو داریم نه دنبال دنگ و فنگیم. وقتی رایگان هست رایگان ها رو بچسبیم. فقط چیزی که باید در نظر بگیرین اینه که این هوش مصنوعی ها کلا دنیا یا ما رو فیلتر کرده یا ما اونا رو، یا اونا ما رو آره یا ما اونا رو آره. پس فیلتر شکن حتما روشن باشه. داخل این سایت ها برین. شما هم اگر هوش مصنوعی رایگان سراغ دارین توی کامنت ها برای منم بنویسین تا من هم یاد بگیرم. دمتون گرم. هوش مصنوعی اولی که میخوایم با هم بررسی کنیم StableDiffusionWeb.com. آدرسش توی کپشن هست. تمامی آدرس ها رو من براتون توی کپشن هم میذارم. وارد این سایت که بشین از قسمت پایین این سایت میتونین اینجا بیاین و پرامپتی که میخواین رو بنویسین. اینجا هم حالتی که مثلا استایلی که دوست دارین، سینماتیک باشه، انیمه باشه، کمیک بوک باشه و بقیه. اینجا استایلتون رو بنویسین و جنریت رو بزنین. از قسمت ادوانس آپشن هم میتونین که یک سری مواردی مثل تناسب تصویر، مثل نمیدونم کیفیتش، جزئیاتش و بقیه موارد رو انجام بدین و جنریت رو بزنین و کارو حل کنین. هوش مصنوعی بعدی مال شرکت مایکروسافته که اومده یه چیزی درست بکنه ولی کاش که درست نمی‌کرد. بدکی نیست ولی اونچنان خفن هم نیست. داخل سایت bing.com/create که بیاین خیلی راحت با اکانت مایکروسافتتون میتونین اینجا پرامپتتون رو بنویسین، جون انکریت رو بزنین و استفاده بکنین. بعضی از کاراش بدکی نیست ولی اونچنان هم مالی نیست. هوش مصنوعی مایکروسافت به اینجا ختم نمیشه. یه هوش مصنوعی دیگه‌ای داره با عنوان designer.microsoft.com. وارد این سایت که اومدین میتونین از اینجا پرامپتتون رو بنویسین و شروع به خلق کردن تصاویر بکنه. اینجا بیشتر این تصاویر که درست میکنه حس و حال کارهای گرافیکی داره که به درد سوشال میخوره. شاید بتونید پست‌های اینستاگرام یا استوریاتون رو از اینجا درست بکنید. هوش مصنوعی بعدی مال جناب آقای ادوبه که فایرفلایه. فکر میکنم دیگه اینو همتون بشناسین. مشکلی که این مقدار این هوش مصنوعی داره اینه که خیلی روی اکانت شما که از ایران هستین حساسه. یعنی باید یه فیلتر شکن درست حسابی داشته باشین. شاید بعضی وقتا هم باید لوکیشنتون رو توی کامپیوترتون یه جوری غیر فعال بکنین تا نفهمه که از کشور عزیزمون ایران هستین و پدرمون در بیاد. وارد سایت firefly.adobe.com میشیم و میبینیم که واو چقدر خوبه. خیلی راحت میتونیم بیاین از همین پایین، گزینه پایین پرامپتتون رو بنویسین و دکمه جنریت رو بزنین. خیلی راحت و تصاویری که خودش درست کردن وقتی ببینیم میبینیم که این هوش مصنوعی به این میگن. هوش مصنوعی که آخری براتون گذاشته بودم نشون بدم به نظر من جزو بهترین ها توی رایگان هاست. لئوناردو. وقتی وارد سایت لئوناردو میشین اولین کاری که میکنین اینه که دهنتون راه میمونه، فکتون میاد رو زمین، چون فوق العاده قدرتمند کار میکنه و فکر میکنم اون چیزیه که هممون دنبالشیم. خیلی شبیه میدجرنیه ولی فکر میکنم تو بعضی از مواقع حتی از میدجرنی هم زده جلو. حالا اغراق هم شاید کرده باشم ولی تصاویری که میبینیم واقعا دلنشینه. حتی اگر اکانتتون تموم شد دیگه نتونستین پرامپت بنویسین، چون اینجا شما 150 تا دونه به قول معروف سکه دارین، میتونین از اونها استفاده بکنین. من بررسی که کردم اینه که به ازای هر پرامپتی که نوشتم 20 تا دونه از سکه هام کم شد و 4 تا دونه تصویر برای من درست کرد. بله شبا که ما میخوابیم خانم پلیس بیدار. خب امیدوارم از دیدن ویدیو خوشتون اومده باشه. شما هم اگر هوش مصنوعی سراغ دارین تو هر زمینه‌ای مخصوصا تبدیل متن به عکس زیر همین ویدیو بنویسین تا هم من یاد بگیرم تا هم بقیه با خبر بشن. خیلی مخلصیم. فعلا خدا نگهدار.